ریسایکل بین محل نگهداری فایل های حذف شده در سیستم عامل ویندوز است. ما زمانی که یک فایل را حذف میکنیم به صورت اتومات منتقل میشه داخل ریسایکل بین تا یک پشتیبانی وجود داشته باشه برای فایل های حذف شده ما، که اگر زمان ما به فایل های پاک شدن نیاز پیدا میکنیم بتانیم خیلی راحت این فایل ها را دوباره برگردانیم. این که چگونه میشه با ریسایکل بین کار کرد بیاین در این ویدیو قدم به قدم با هم میبینیم. راست کلیک میکنیم، یک فایل ایجاد میکنیم، یک نام برش میگذاریم. خب فایل ما ایجاد شد. حالا میخوایم این فایل را حذف بکنیم. راست کلیک برش میگیم دیلیت. اینجا یک هشدار برام میده که واقعا میخواین پاک بکنین این فایل را، برش میگیم یس تا فایل بر ما پاک شد. فایل پاک شد، میریم داخل ریسایکل بین، میبینیم که این فایل ما منتقل شده داخل ریسایکل بین یا سطل زباله. اگر خواسته باشیم این فایل برگردانیم میایم و روی فایل حذف شده ما راست کلیک میکنیم، برش میگیم ریستور. خیلی راحت این فایل دوباره برگشت به جای اصلی خودش. حالا اگر ما شما خواسته باشیم ریسایکل بین را طوری تنظیم بکنیم که بعد از این اگر یک فایل را حذف میکنیم مستقیم حذف شود و داخل ریسایکل بین قرار نگیره، راست کلیک قسمت پراپرتیز و فعلا در قسمت کستوم سایز قرار داره. ما میایم قسمت پایین را دون فایل را فعال میکنیم، اپلای و اوکی. فعلا اگر بیایم و این فایل را حذف بکنیم بهش بگیم دیلیت، دیگه داخل ریسایکل بین منتقل نمیشه. میایم ریسایکل بین باز میکنیم، میبینیم که این فایل را که حذف کردیم دیگه کلا پاک شد و داخل ریسایکل بین نرفت. تنظیمات دیگه هم در ریسایکل بین وجود داره. ببینیم در حقیقت ما برای هر درایو خود یک ریسایکل بین جداگانه داریم. ما دو درایو دارم اینجا، برای هر کدامش یک اندازه از قبل تعیین شده که تا اینمی اندازه فایل ها را در خود نگهداری بکنه و بعد از او اگر فایل ها بیشتر از این پاک میشه دیگه فایل های قدیمی را یکی یکی حذف کرده میره و ما میتونیم به صورت دلخواه قسمت کستوم سایز برش مشخص بکنیم که هر درایو ما برای ریسایکل بین چقدر داشته باشه، مثلا 1 جی بی، 2 جی بی، 10 جی بی و یا هر قدری که ما برای ریسایکل بین تعیین کرده باشیم. قسمت پایین گزینه دیسپلی دیلیت کانفرمیشن دیالوگ اگر فعال باشه زمانی که فایل پاک میکنیم بر ما یک هشدار میده واقعا میخواین فایل پاک بکنین و اگر غیر فعال باشه مستقیم فایل ما پاک میشه بدون از اینکه بر ما کدام هشداری بده.